نحمده ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بر آمدنت بهار دل پیدا شد ای رسول الله، بلبل و نوا و گلها وا شد ای رسول الله. ای کاش رفتنت نمیدیدیم ما، که بر رفتنت قیامت برپا شد ای رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و جماعت المسلمین. خداوند منان را شاکر و سپاسگزاریم که روزی دهمی دهه رحمت به ما نصیب گردانید. لطف و کرم خود را شامل حال ما و شما گردانید. با 70,000 رحمت بر ما نظر کرد. این توفیق داد که روزه گرفتیم، سایر عملهای نیک کردیم، خیر و احسان، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، صله رحمی، کارهای خیر انجام دادیم. این همش عزیزان من لطف و کرم خداوند تبارک و تعالی که بر ما نصیب گردانید. اگر انسان خداوند انسان را به 70,000 رحمت نگاه نکنه، یک کسی یک پیاله چای نمیده، یک کاری خیر انجام نمیده. خداوند هدایت میکنه انسان که دوست بداره، برای کاری خیر تشویق و ترغیبش میکنه. سوره احزاب الله سبحانه و تعالی میخوام که در مورد راستگویان که الله سبحانه و تعالی میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. صدق الله العظیم. الله سبحانه و تعالی در این آیت کریمش میفرماید: یا ایها الذین آمنوا، خطاب بر مؤمنین مسلمین خطاب میکنه: ای اهل ایمان، ای کسانی که به ایمان مشرف شدین، بترسین از خدا، قدم قدم بترسین. و قولوا قولا سدیدا، وقتی صحبت میکنین صحبت راست کنین، درست کنین، دروغ نگین. وقتی که شما راست گپ میزنین، یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، شما را ما توفیق میدیم که اصلاح شین، یک کاری خیری انجام بدین، ما گناههای شما را میبخشیم. وقتی که انسان صحبت میکنه از خدا بترسه، هر سخنی که سخن میکنه همواره کنترل کنه که دروغ نگه، که خداوند همه را خبرداره. وقتی که انسان راست صحبت کرد، خداوند توفیقش میده، عملش صالح میکنه. بعدی که عملش صالح شد، گناهش میبخشه. فیغفر لکم ذنوبکم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. بعد اطاعت الله و رسوله کردی تو کامیاب میشی، تو اجر بزرگ میابی و سربلند میشی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درباره راستگویان حدیث روایت میکنه که هر کسی که اگر راست صحبت کنه، خداوند را هدایت میکنه، کاری خیر انجام میده. کاری خیر انجام داد، بعد از کاری خیرش هدایت میکنه بر جنت. یکی کسی دروغ گپ زنه، خداوند او را یک کاری در دعوت میکنه، کاری بد انجام میده، بعد اون کاری بدش میبرش دوزخ. پس دعا کنی خداوند کریم شما هم وقت زبان شما را صادق بگردانه، راستگو کنه. در الجامع سعودی حدیث میاره، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: دعوت الفصیر تعدل 70 دعوت فی العلانیه. هر کسی که رسول خدا فرمود هر کسی که دعا میکنه، دعای مخفی آیسته در بجایی پنهانی دعا میکنه، خداوند تبارک و تعالی برابر 70 دعای آشکارا
الحمدلله بر پیش او برتری داره. یعنی هر کسی که بلند دعا میکنه بگیم 1000 یا بگیم 1 بار برتری داره، ولی کسی پنهانی مخفی خفیه که ما الحمدلله جای یک عالم ربانی داریم لو توکل هزارها شاگردان همین استادی بالواسطه حاجی میرزا و دولا محمد الله و عالمای بزرگی که امیر در جامعه نفوذ دارند، دولا عبدالرحیم و فلان استادا هستند، شاگردی بالواسطه همین دولا توکل هم. خصوصا بنده شاگردی ملا عبدالوهاب بودیم، ملا عبدالوهاب ملا شریف شاگردی که بودن ملا توکل بودن. ما با علم بیگ پیش همیو دا خوندیم، ما دعای شاگردای بالواسطه همین ملا توکل میشیم. ما یکی از کوچکتری میشیم، یکی از کم علمتری میشیم. آدمایی که علم ربانی و حقانی دارن، عالم متبحرن، همش شاگردای همین دوملا هست. هر وقتی که دوملا همینجا میامد پیش میدرورم دعا میکنه، دعا را اهمیت خفیه دعا میکنه. الان این حدیثه که یک دعای خفیه 70,000 چی داره؟ صحابی 70,000 دعای آشکارا را داره. یا آدم بگی دعا را خواب کنه باید چی میگه؟ این نمیدونه دعا را میدونه، او دعا را این حدیثه میدونه که خواب دعا میکنه. خداوند دعا اومده که الله سبحانه و تعالی میگه بسم الله الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا و خفیا ان الله لا يحب المعتدین. خداوند میگه شما مرا صدا بزنین آسته پنهانی و تضرعا و زاری خفیه دعا کنین. نه که من دوست نمیدارم آدمی که تجاوز میکنه. تجاوز یعنی در دعاش تجاوز میکنه. دیگه خیلی میگه خدا مرا پیغمبر کرد، خدا مرا پاچو کرد، خدا مرا فلانی کرد. فقط پیغمبر و پاچو را خدا خودش انتخاب میکنه. هر کس او دعا را نمیتونه کرد. تو خداوند نخواه هیچ کره پیغمبر اعلان نمیکنه، تو خدا نخواه هیچ کره پاچو اعلان. پاچو را فقط الله خودش حکم میکنه که پاچوی همین ملت، پاچوی همین وطن خدا اعلان میکنه، خدا قبول میکنه، خدا تعیین میکنه. دیگه پیغمبری بعد از پیغمبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دیگه پیغمبری نمیاد. پیغمبر آخر زمان هم خداوند خودش انتخاب کرد. 124,000 پیغمبر یهود و نصارا بود، از یهودی و از بنی اسرائیل اومد. لیکن پیغمبر آخر زمان کی را کرد؟ محمد صلی الله علیه و سلم، پیغمبر مشفق مهربان علی قدر دین اسلام ما و شما را جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد که پدر و مادرم فدایش. یک نور آمد بر در جزیره العرب. کم نزد بچه. در جزیره العرب یک نور آمد، مردم را از تاریکی به سوی نور هدایت کرد با واسطه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. حضرت جعفر صادق نصیحت میکنه که اگر انسان صادق باشه رزق روزیش زیاد میشود. بعد شرط های آدمی صادق یعنی صداقتمند، آدمی که راست گفت میزنه، راست قول توغری، چند شرط میگه که اگر همین شرط ها در او دیده شید او آدم واقعا راستگو است. یکم شرط همین که آدم بگو بفهمم که همین آدم راستگو است. یکم دوستاش هم ببینی، دوستاش آدم های توغری هم راستن. اگر دوستش رفیقش آدمی دروغگو نبود این هم چیه؟ راستگو است. و یک مثال داریم که میگن اگر بفورد که هم آدم بشناختی جورش بشناس کیه جورش، بعد میفهمه که هم آدم هم خیلی جورش آدمی راست قول بود، آدمی توغری بود، همین آدم هم توغری است. لیکن جورش آدمی شیطان و مشینک بود، او جورش هم چیه؟ دیو میگه همون آدمی که راستگو را باید شرط شمیه که همون میگه که خچه خشرو میکنه، زیبا میکنه، لباسای خشرو میپوشه، فسان میکنه، آلوفته میکنه، موی سرش همه چی و تعظیمه،
خوشرو لباس میپوشه، میگه درونش هم باید پاک باشه، درونش هم باید تازه باشه. چقدر لباسی زیبا میشه، چهرهش زیبا میکنه، باید درونش هم ظاهرش زیباه، باطینش هم، یعنی باطین ظاهر بیرون میگن، باطین درونه. درونش هم باید کبر و کینه و غرور و بخل و حسد چی باشه؟ پاک باشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر وقت میگه و اینا دقیقاً نگاه میگه، میگه اللهم احسنت خلقی فاحسن خلقی او کما قال. پروردگارا مرا چهره‌ام زیبا کرده، خوشرو کرده، اخلاق مخشرو کرده، اگر رفتار و گفتار و اخلاق ما درون ما زیبا بگردم. آدم هر وقت آینه را نگاه کنه باید همین دوره کنه، توجه کی جمعیه. خدایا ظاهری ما زیبا کردی، شکل ما زیبا کردی، پروردگارا درون ما زیبا بگردم. درون ما صداقت، رستگویی، کینه و کبر از قلب ما دور بگردم. سیوم شرط میگه وقتی که ملک به دست میآید بایی میشود، چشمش روغن میگیره، زندگیش تغییر نده، تکبر نشه، عیخد نروه، همون چی خیلی بود همون خیلی بروه. برای چی میگه یک مطلعه فر بگیره گوسفند میبرداره بزنی، بز اگر گوسفند فر بچه رنگ گوسفند دنبالدار شوه همون که چپا میشوه. همین یک خیلی آدمی ناوکیسه پولدار میشوه دیگه آدمی سالا میگه نمیشناسه دیگه. میگه این ناوکیسه قرض نکن، معنوش میدونی چیه؟ قرض میگیری در گورت خواه میروه. ای یهودی قرضدار شو اینی هر روز داری خونت میاد، پولی مرا نمیدی، پولی مرا نمیدی. برای میگه آدمی که ناوکیسه یکی پولدار میشه خیچ گم نکنه، خیش تابور و نیمان نکنه، رفیق و دوستورا هر کس همین هیچ کار نشناسه، همین خونه خالش اپاش خواهرش میشناسه، خونه عمش میره، تقویش میره، عمکیش میره، خونه جورش میره و جورش هم ببینه که او یا وقت هر من جوره بدیم، امروز ما صاحب پول مول شدیم، خیلی میبینه ای را بگی خود چت زندگی چه چی کنه تغییر نده.